برنامه تلویزیونی شکرخند از مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه دوام دارد. دوام دارد. این بخش برنامه ما باشد گفتن لطیفه ها است. از روی آداب احترام سخن لطیفه اول از اکای جورخان. زنده باشی. مرحمت. روز افندی خواب همراهی عائله‌اش خواب است. ساعت 2 شب. ساعت 2 شب ناگاه چیز گرومباز کرده به زمین می افتد. عائله افندی باشد میگوید مردک خیز دوست در اومد. افندی میگن ای دوست نیست، ای جامعه من بود افتی. او میگن نه خود جامعه همین قدر آوازی بلند برآورد. ای میگه من خودم در درونش بودم برای همین. والله افتیده این شرمندگی کرده. خب نصرالدین افندی آیفون میخره. خب آیفون 17. بعد کد میمونه آیفون شد. و دوستاش یک جوش شدگن میگن که ای مبارک شود شما داماد افندی آیفون خرید. میگه آیفون دارم. او برید میده آیفون زنگ نزنید. بعد خیلی میگیره دوستاش میگن یا بینیم کنیم میگیرن خیلی میبینن که کد داره. من میگه آخه کد شو بیازن یا بر درونش ببینیم. بعد افندی هم خیلی نگاه میکنه میگه 22. من میگه 22 دومش میگه 4 رقمه میشه. میگه خطابو کشی 11 شنه میگم. علیکم السلام. کماندیر نغزی درستی بردمی باختی. تشکر. خیلی کار داشتم. تنجه؟ شگر تنجی بو آن همه یک هفته زیادتر شد. کماندیر این قدر مرغ داشتم و یک قدر همین مرغوبی بو. یک چند تا این دوکام دارم راستیا. خب. همین این دوکامو مرغم چند تاش نابود شده. همین کدوم همین مرغای مرقتی این دوکام برای همین 4 مرغای مونده دو مرغ که دیگه مونده دیگه همش برده. یعنی که یکون گمونبر داره کی؟ همین گمانم یک آدم ده هست. کیه؟ همون بچه‌های همون قشلاق خانه که کماندیر. نباشه رئیس محله داره نه؟ او رئیس محلمون هست. نام فامیلش میدونی؟ کمال‌الدین. کمال‌الدین. کی فامیلشون؟ فامیلش فراموش کردم چمالی. خط بگو بیارم چی بیارم چی؟ شد. من میدونم محله پایانه. هو. من حاضر کمتر سراسیمتر. من رئیس محله رو فریاد میکنم. ما مصلحت میکنیم بعد میریم. با خونتون پگا میرویم. میشه؟ بیا در خوکی فرصت. مایلش. اگر نه رئیس؟ لبای و در محله اتون دوزی بسیار کجا رو نگاه میکنه؟ من تا حال از این کار درک ندارم. یعنی خیلی درک ندارم کتی. مرمت. السلام علیکم. سلام. دزده؟ باید مرغای مردم رو میدوزی یا بچه کلان؟ دزدیدم. دیدی رفیق سردار؟ دیدم. مرغا آوازی دارن؟ من لباساشون رو نگاه دارم. اوینا در کار نیست. با کجا؟ چه با کجا؟ توی کی سفرخان آخی؟ چخیلی توی رفیقم و دکور بوخی حیوانات میبرم و دکدی نمیبریشون. کی وعده کردم ما؟ دینه و دکدی
اوبا مردک خفه میشه آخی رو برادرم همه رفته سن کودکات هم به خفه میشن ایوتاشون. ای دستای حرفی تو همین نگی آخه تا او تیار میشن که من دیر میکنم. کودکات تیارن. بیم بریم کودکو بیم بریم بچه جونم. بیا زلیخا برو. سمیر امیر منصور بریم. هی نکی دل ما گرفتم باور کن. یا یخماز شو نمیگیری؟ یخماز؟ ها. خنک شده سای. هازی گرم و خنک میشن. گودک میخرد همین یخماز میخره آزوش میگیره مزهش میگیره زا. خیلی اقلا یه تاکسی بگی پیاده مونده شدن. آخی زنکی ساده ای. همین تاکسی آخی راه گشتن در که خونی پاد بوده و روزی در روز در خونه خوی. با میگه تاکسی بگی. چی خدا خونه خوی کاره خونه را کی میکنه ما خوابه باشون؟ خیلی کار خونه رو میکنی اما هم کار چی داخی؟ همین کار خونه رو نکنی دیگه چیکار میکنی تو؟ های توبه. ها دختر جان پیاده میریم ها؟ من همین پام شده شد نه میگفتی پام در میکنه من از پا در نکرده سای ها ساز شدی؟ بی بچم میریم تماشا میکنیم. سلام علیکم اکا جان. علیکم السلام. خدا کدا یخماز نگرفتی اقلا سیوشون بگی؟ وای همین سه سومونه اکا جان سوی باقی خدمونای. سه سومونی؟ آه برای جانکو دو سومونی. ها ای همین کلان شگیرم. یکش به پوله است. یاتش به پوله؟ به پوله. یات ما خیلی یگاز گرفتن گیره اینجا بباشم یگاز گرفتن گیره بیا رفتیم اقلا یک کیلو بگی؟ ای زنک همین تو عقل داری همین اسراف و بالای چی مصرف میکنی بیا رفتیم یگاز گرفتن بیا بچم بیا بچم گیر یگاز گرفتن گیره بیا رفتیم سلام علیکم اکا. علیکم السلام. کجا رفته استه؟ ما می گودکا و زنکاتی با حیوانو تماشا. او حیوانات؟ تاکسی اکا میبرم. تاکسی؟ او زنک تاکسی گیرم. بریم بشینین ای دیستا بریم بشین. از چند سومونی میبری؟ چند سومونی؟ ها. همه داره. اوی گودکا ما بچه خیلی. کودکو بسوم یانگام قطی خدود 50 سومونی. یک خان پردن. یه زنک بیا. بشینه. ای اکی چی خیلی؟ ببین الجافی میشه زور بیر حالا ها این تاکسی زور داره کی؟ اوه مانا شینه گودکو. زنک جون است. دارو. ها؟ بشینه نوخی. اکا جون. ها. گودکا رو بر پیش همین باقی حیوانات فرار. ما قطعی انگار پیاده میریم. خونی پامو کار کنه. او چون میگویند هر چیزی را که آغاز باشد البته او انجام دارد. اینجا انجام برنامه ما است و امیدوار هستیم که دوستان عزیز مخلصان عزتمند اگر یک لحظه هم طبع شما را خوش کرده باشیم ما هم روی یک جرخان خودمان را بهترین هنرمندان می‌حسابیم. باوری دارم که این صحنه‌ای که ما پیشکش شما گرداندیم طبع شما را خوش و بالیده گرداندم. مخلصان عزیز سلامت و سربلند باشید، شاد و پیروز باشید.